با سلام، صمدی هستم از شرکت خدمات مشاوره سام و صنعت مبتکر. خدا رو شکر امروز از صبح در حال تست رانینگ خط تولید لوله های PVC-O یا OPVC برای مشتری عزیزمون آقای رضوانی هستیم. ما از وقتی که آفتاب زد شروع کردیم، الان خدا رو شکر دیگه آفتاب داره میره و کار دیگه در واقع تموم شد. به هر حال یه موقع تست رانینگ همیشه پیش میاد، یه تغییراتی میازه، یه تنظیماتی میازه. اینا رو خدا رو شکر این دوستان مهندس چینی ما انجام دادن و خط خدا رو شکر دیگه تقریبا آماده است. حالا ما مستندات هم مثل همیشه تهیه میکنیم و به اطلاع دوستان میرسونیم. یه توضیح هم بدم در مورد این تکنولوژی، چون شاید برای خیلی از دوستان ناشناخته باشه. اینه که لوله های OPVC تفاوتی که با لوله های UPVC مرسوم دارن اینه که این لوله ها ضخامت دیواری بسیار کمتری نسبت به لوله های PVC دارن، اما با این حال مقاومتشون بسیار بالاتره. تقریبا حدود 50% مواد اولیه یعنی در واقع رزین PVC کمتری استفاده میشه در تولید لوله. این مهندسمونه که اتفاقا از خیلی خوش اخلاق داره اینجا کار انجام میده و اینکه اینا در واقع این لوله ها تا دمای منفی 20 درجه سانتیگراد میزان سختی خودشون رو حفظ میکنن و به هر حال از اونجایی که میزان مقاومتشون بسیار بالاست این لوله ها و مواد کمتری استفاده میشه، مشخصی که در واقع مزیت رقابتی بسیار خوبی در بازار خواهد داشت تولید این محصول. به هر حال در مورد مشخصات فنی خطم که بگم، ما از یه اکسترودر 2 ماردونه استفاده کردیم. کولینگمون به صورت وکیوم کولینگ انجام میشه و 2 تا دستگاه هولینگ آف هم داریم که تو 2 مرحله فرایند کشش رو انجام میدن. لوله رو مشاهده میفرمایید که چقدر دیواره نازکی داره ولی بسیار مقاوم هست این نوع از لوله ها.